ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. дар студия Наргиз Шарифзода. امروز بعد برطرف نمودن ترماها حرکت واسطه‌های نقلیات در راه دوشنبه چانق تامین کرده شد. دوام سه روزی اخیر در این مسیر کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز LTD با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های پراقتدار نزدیک 100 ترمای خرد و کلان را برطرف نمودند. گزارش همکاران ما از حالت امروزی راه. یادآور می‌شویم که دوامی 3 روز اخیر با سبب برفریزی شدید و پای در پای فرآمدن ترماها در اساس مقررات فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت حرکت همه نمودی واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 راهی اتومبیلگرد دوشنبه چناق به سمت خوجند و از کیلومتر 81 جانب دوشنبه موقتا منع کرده شده بود. دوام این روزها کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های پراقتدار راه را از برف و ترمه تازه و با مواد ضد لغزش کار کرد نمودند و در نتیجه زحمت پرمحصولی آنها نیمه اول امروز در مسیر دوشنبه چناق حرکت واسطه‌های نقلیات تامین کرده شد. مسئولان شرکت میگویند در این روزها برفریزی شدید و ترمه‌فرایی اساساً در کیلومترهای 48-81 که قطعه آسیب پذیر راه دوشنبه چناق میباشد بیشتر بود. با گفته آنها دوام این روزها در این قسمت راه قریب 100 ترمه خرد و کلان برطرف کرده شد. هرچند که راه از برف و ترمه تازه کرده شده باشد هم به خاطر به عمل نیامدن تنبشوی موقتا حرکت ماشین‌های بارکش پرتسپتور و فوراها باز داشته شده است. در رابطه با این از رانندگان دعوت به عمل آورده می شود که تصمیم شرکت را که از فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت منشأ گرفته است درک کنند، زیرا در حالت‌های ضروری محدود کردن حرکت در نوبتی اول و بی‌خطری رانندگان و مسافران ربط دارد. خاطررسان می‌شویم که 20 ینور و 6 فوریه سال روان نیز بنابر زیاد گردیدن خوف ترمه‌فرایی رفت و آمد نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی با جانب شهر دوشنبه موقتا باز داشته شده بود. عین زمان در همه قطعه‌های راه دوشنبه چناق برف بسیار بوده، در بعضی مواضع بلندی آن به 1 متر میرسد. کارمندان شرکت میگویند هنوز خطر ترمه‌فرایی در این مسیر موجود است و از رانندگان احترامانه خواهش کرده می شود که ضمن سفر احتیاطکار و دقیق نظر باشند. در حال حاضر کارگران متخصصان با وسیله نمودن 2 شفط راه که زیر ترمه است مشغول می باشند و با انجام این کار حرکت واسطه‌های نقلیات از دو سمت به مشکلی صورت میگیرد. با مقصد баланд бардоштани иқтидори мудофиавии мамлакат ва донишу малакаи низомиёни хизматчиёни ҳарбӣ тадбирҳои судманд амалӣ карда мешавад. дар ин хусус таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши таҳия намудаи ҳамкасбонамон аз маркази матбуоти вазорати мудофиа. با مقصد عملی نمایی دستور سپارش‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش امامعلی رحمان و در دایره نقشه یگانه آمادگی جنگی در ارتش ملی شروع از اول ماه ینور سال 2019 سنجش ناگهانی ذخیره‌های احتیاطی با جلب شهروندان در احتیاط قرار داشته شهر و ناحیه‌های جمهوری با مرام جریان دارد. چونین یک جمع آمد مدافع حدودی که صبح بر وقت امروز با اشاره بانگ خطر احتمالی در ناحیه رودکی دایر گردید. در وقت معین قوه و واسطه های مدافع حدودی در جای تعیین گردیده جمع آورده شدند. از شهروندان در احتیاط قرار داشته دعوت گردید که با چنین عزم و اراده وطن دوستانه همیشه پی حفظ همه دستاوردهای زمان صاحب استقلالی آماده باشند و فضای کامل وحدت و یگانگی را برای نسل فردا تامین نمایند. قابل ذکر است که چند قبل با مقصد معین نمودن آماده باشی دائمی ذخیره‌های احتیاطی قوه و واسطه‌های مدافع حدودی شهر دوشنبه، قوه‌های احتیاطی شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و همزمان جزء تام نظامی منطقه با اشاره بانگ خطر احتمالی برداشته شده از جانب مسئولین ستاد گنرالی قواهای مسلح مملکت مورد سنجش و آموزش قرار گرفته بودند.
این گونه سنجش‌های ناگهانی نشان داد که ذخیره‌های احتیاطی مملکت وضع کنونی منطقه و جهان را درست درک نمودند و در پیروی از سیاست پیشگرفته سرفرمانده عالی قواهای مسلح در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم اتحاد و دست جمعانه در برابر خدمتچیان حربی ارتش ملی در جمعیت‌های مدافعه حدودی و دیگر چاره‌بینی‌های حربی فعالانه شرکت می‌ورزند و آمادگی خود را بهر تامین ثبات و آرامی تاجیکستان عزیز ابراز می‌دارند. برنامه اخبار ادامه می‌دهیم. کشاورزان ناحیه ناصر خسرو امروز برای آغاز موسم نو کشت بهاری آمادگی می‌گیرند. این زمان در ناحیه 242 تکنیکا و دیگر تجهیزات کشاورزی موجود است. خواجگیداران و مکانیزاتوران تکنیکای ساحوی را از سنجش گذراندند. گزارش از ناحیه ناصر خسرو. در ناحیه ناصر خسرو دهقانان و کشاورزان برای آغاز موسم نو کشت و کار بهاری آمادگی همه‌جانبه دیده تکنیک‌های کشاورزی را از سنجش می‌گذرانند. برای سری وقت و با صفت گذرانیدن کشت زراعت‌ها بخصوص پنبه‌دانه همساله در این ایام در همه شهر و نواحی پختکار کشور کارهای سنجشی و آماده‌سازی تکنیکا و دیگر ماشین‌آلات کشاورزی به خط تیار گذاشته می‌شود. ضمن برگزاری چاره‌بینی مربوط به همین مسئله تحت عنوان تکنیک مددگار مرد دهقان خواجگیداران و مکانیزاتوران ناحیه ناصر خسرو تکنیک‌های برای کشت و کار بهاری لازمه خود را در نزد مسئولین و متخصصان ساحه از سنجش گذرانیدند. زیاده از 50 عدد ماشین‌آلات پیشکش کرده شده است و 19 عدد تخم پاشک‌های پخته پیشنهاد گردیدند که 80% این آماده کار می‌باشند و برای کار کردن اجازه هم از طرف کمیسیه تصدیق داده شد. این زمان در ناحیه زیاده از 240 عدد تکنیک‌های لازمه کشاورزی موجود میباشد که به گفته مسئولین این مقدار تکنیکا برای پیشبرد کار ساحه کشاورزی ناحیه بسنده میباشد. ما اومده به کار هستیم که تمام زراعت کشاورزی کشت بهاره را ما ملت کوتاه‌ترین انجام بدیم. رشد ساحه کشاورزی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته اهالی را با آذوقه، صنعت را با اشیاء خام و بهداشت یکمرام وضع اقتصادی مردم را تامین می‌نماید. دهقانان و کشاورزان ناحیه ناصر خسرو وابسته به اقلیم که همساله به کشت و کار بهاری بروقت‌تر آغاز می‌بخشند از مساعد آمدن باد و هوای امساله زمین‌های کارم را سری وقت از شدگار برآوردند. زیرا به گفته عالمان و متخصصان شدگار بروقتی اساس کمشوی کسلی و حشرات‌های ضرررسان ذخیره نمید در میدان‌های کشت و عامل سرحاصلی زمین‌ها محسوب می‌یابد. تورالی صاحب نظرов پرویز سفرов از ناحیه ناصر خسرو برای برنامه اخبار. در نتیجه نارامی‌های داخلی در کشورهای گوناگون دنیا همساله بیش از 100,000 کودک به هلاکت رسیده، صدها نفر دیگر جراحت وزنی جسمانی می‌بردانند. بر اثر حمله گروه سلاح‌بدستان در نیگریا 60 نفر از اهالی آسایشته به هلاکت رسید. شرحین و دیگر خبرها از خارج مملکت. تعداد هلاکشدگان بر اثر عمل مدهش تروریستی در هندوستان قریب به 50 نفر رسیده، دهها کسی دیگر در بیمارخانه‌ها بستری کرده شدند. احتمال شماره هلاکشدگان افزایش یابد، زیرا طبیبان وضع سلامتی چند تن از زخمیان را وزنین ارزیابی می‌کنند. در قسم جنوبی شتات جموں و کشمیر هندوستان تروریست خودکش نقلیاتی با مواد ترکنده مجهز را هنگام گذشتن کاروان ماشین‌های نظامیان ترکانده است. عمل تروریستی در شاهراه شهر سرینگر، جموں و کشمیر انجام داده شده است. هنگام عمل تروریستی در داخل اتوبوس 44 خدمتچی حربی قرار داشتند. با 70 نقلیات قریب 2500 خدمتچی حربی به یک منطقه کوهی شتات کشمیر سفر داشتند. از روی معلومات کارمندان ساختارهای قدرتی، تروریست خودکش هنگام گذشتن کاروان ماشین‌های خدمتچیان حربی قریب 350 کیلو مواد ترکنده نوع تراتیل را ترکانده است. در شتات کادونا نیگریا سلاح‌بدستان به 8 منطقه اهالی‌نشین حمله کردند. بر اثر حادثه 66 ساکن آسایشته هلاک شده، دهها کسی دیگر جراحت برداشتند. در میان هلاک شدگان 22 نفر کودک و 12 کسی دیگرشان زن میباشند. از روی معلومات کارمندان ساختارهای قدرتی، گروه‌های سلاح‌بدست جانب آدمان آتش کشیده، منزل‌های استقامتی ساکنان را آتش زده، بعداً به سمت نامعلوم فرار کردند. خدمتچیان حربی نیگریا برای بازداشت و بی‌ضرر کردن سلاح‌بدستان عملیات قطعی می‌گذرانند. در کارخانه استحصال ارماتور شهر اورورا شتات ایلینویس شتات‌های متحده آمریکا تیرپرانی به عمل آمد. در نتیجه 5 نفر کارمند مخابرات پلیس جراحت برداشت. سپس سلاح‌بدست در رفت گذراندن عملیات مخصوص کارمندان ساختارهای قدرتی در محل حادثه نابود کرده شد. معین کرده شده است که جنایتکار سابق کارمند این کارخانه ساکن 45 ساله شتات مذکور بوده، 2 هفته قبل او را از کار اختصار کرده بودند.
در قسم شرقی مضافات فوتزیان جمهوری خلقی خیتای یک بینای استقامتی خراب گردید. در نتیجه بیش از 10 نفر ساکن زیر خرابه‌های بنا درماندند. کارمندان خدمات نجاتدهی با سپری شدن چند ساعت از رخ دادن حادثه در رفت عملیات جستجویی نجاتدهی 7 نفر را نجات داده به بیمارخانه انتقال دادند. برای پیدا نمودن 3 کس دیگر که در زیر خرابه‌ها قرار دارند، کارمندان خدمات نجاتدهی فعالیت می‌برند. سبب‌های خراب شدن بینای استقامتی در مضافات فوتزیان جمهوری خلقی خیتای معین نیست. برای آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان‌های روسی و انگلیسی در مرکزهای زبان آموزی، کالج‌های طبی و تکنولوژی و مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه یاوان شرایط ضروری فراهم آورده می‌شود. گزارش عبدالرزاق عزیز از ناحیه یاوان. آموزش زبان‌های خارجی تحت نظارت خاص حکومت مملکت قرار داشته. با این مقصد برنامه‌های جدی قبول شدند که در زمینه آن مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه مخصوص، کالج و گیمنازیاها و مؤسسه‌های تعلیمی به از خودکنی زبان‌ها مشغول می‌شوند. در کالج تکنولوژی فارماسیفتی ناحیه یاوان در زمینه عملی نمودن برنامه مذکور آموزش 2-3 زبان خارجی خوب راه‌اندازی شده است. زباندانی ملکه و مهارت دانشجو و تخصص او را به مراتب بلند می‌بردارد. مخصوصا در ساحه داروسازی آموزش زبان‌های انگلیسی و لاتینی خیلی ضرور است. در مؤسسه ما 8 نفر آموزگاران از این فن‌ها درس می‌گویند که همه آموزگاران با تحصیلات عالی کسبی، درجه تخصصی عالی کسبی، یعنی متخصص درجه عالی میباشند. بر دانشجویان از این فن‌های تعلیمی درس می‌گویند و اینچنین بعد از مشغولیت‌های درسی در نیمه دوم روز از روی این فن‌ها درس‌های ایلاوگی تشکیل کرده شده است که دانشجویان پیوسته با زبان آموزی خود دانشجویان شوق دارند به این فن‌ها. و مورد ذکر است که در اساس مکتوب پیشنهاد نموده ما به وزارت معارف علمی جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک آموزش کورس‌های کوتاه مدت زبان‌های روسی، انگلیسی و خیتایی در این مؤسسه برای آموخته می‌شود. در کالج طبی نیز امکانات برای از خود کردن زبان‌های خارجی مساعد است. کالج طبی ناحیه یاوان با تجهیزات نوترین تعلیمی، ادبیات، کتاب‌های درسی و دیگر واسطه‌های تعلیمی معاصر تأمین کرده شده است. طوری رهبریت کالج طبی اظهار داشتند برای دانشجویان و خواهشمندان زبان‌های خارجی بیرون از درس‌ها نیز کورس‌های ایلاوگی را تشکیل نمودند. در کالج ما در 3 ساعت درس‌های زبان انگلیسی و 3 ساعت درس‌های زبان روسی به طور ایلاوگی گرفته می‌شود. در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه یاوان نیز دانستن زبان خارجی از وظیفه‌های مسئول بخش معارف ناحیه دانسته می‌شود. این زبان در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه 167 نفر آموزگاران زبان روسی، 121 نفر آموزگاران زبان انگلیسی فعالیت نموده ایستادند. در سال تحصیل روان با مقصد بازآموزی و بلند برداشتن سویه دانش آموزگاران فن‌های زبان روسی و انگلیسی، 50 نفر آموزگاران فن‌های زبان خارجی با کورس‌های تکمیل اختصاص جلب کرده شدند. در شهر حصار در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی اقدام‌های دسته‌جمعانه ساکنان دایر کرده می‌شود. در زمینه چنین یک اقدام که در جماعت دهات حصار دایر گردید، در شافت راه نهال‌های همیشه سبز و آرایشی شنیده، همچنین جوی آبروهای کناری راه از پرتاب تازه کرده شدند. گزارش خبرنگارانمان. در شهر حصار کلی پیرو برنامه به حشر عمومی خلقی برآمده در موسم نو نهالشینی با کارهای آبادانی و سازندگی و تازه نمودن راه و موضع‌های سیرنفوذ و باغ و گلگشت‌ها مشغول شدند. در جماعت دهات حصار شهر حصار ساکنان با روحیه بلند سازندگی دست جمعانه با شنیدن درخت‌های آرایشی در شفت راه‌ها و تازه کردن جویبارهای محله‌ها در آبادی یک گوشه وطن سهمگزار گشتند. تکنیکا و ماشینالات ضروری پرتاب و پسمانده‌های موضع حشر را کشانیده در این مکان نهال‌های آرایشی و سایه افکن شنیده شد. یک انشاءات جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بود. امروز با نهال‌های آرایش دهنده، ارچه، گل‌های صدبر و دیگر درختان سایه افکن و آرایش دهنده از طرف صاحبکاران امروز به همین خیابان گلگشت که بهر ساکنان دهه حیاتی نو است
سهم گذاشتند. باید ذکر کرد که این اقدام در کل جماعت‌های شهری حصار راه اندازی گشته به استقبال سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی و اعلام شدن سال 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی منتظم چنین چاره‌بینی‌ها برگزار می‌شود. موضعی که مردم به کارهای آبادانی مشغولند قبلا یک مکان از نظرها دور مانده بود. همکنون تصمیم‌ها قطعی است که در این موضع گلگشت زمانوی و مکان استراحت و فراغت از جانب صاحبکاران سخاوتمند بنیاد شود. مینه‌داری خودمان را بیان می‌کنیم و یک گوشه‌ای که با ما برای استراحتگاه برای نشستن تشکیل کردند. چنین عملهای خیر و احسانکاری که امروزها در حدود شهر حصار راه اندازی می‌گردد تطبیق سیاست سازنده دولت و حکومت بوده. به این وسیله هم محله آباد و هم زندگی ساکنان بهتر و خوبتر می‌گردد. موضوع دیگر بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و با مقصد بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی تاجیکی، آرایش موی در دایره رسم آیین‌های ملی و نمایش گیسوی دراز تاجیکانه در شهر وحدت فستیوال آزمون چکامه گیسو گذرانده شد. گزارش خبرنگاران ما. کالج طبی شهر وحدت در برابر آماده نمودن متخصصان ساحه تندرستی همچنین در برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فرهنگی سهمی ارزنده می‌گذارد. با شرکت بهترین دانشجویان کالج طبی شهر وحدت فستیوال چکامه گیسو در سطح بلند گذرانیده شد که برگزاری چاره‌بینی مذکور را مسئولان ساحه در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بهترین وسیله برای از نو احیا گردیدن هنرهای ملی ارزیابی کردند. با هر یک زن و دختر تاجیک در برابر لباس شیمن و زیبای تاجیکانه داشتنش اینچنین گیسوی درازش یک زیب و زینت خاصه دارد. امروز دانشجویان ما در یک سطح بلند فعالانه در این آزمون اشتراک نموده تمام فرهنگ ملی را خوب نشان دادند. مقصد از تشکیل و برگزاری فستیوال چکامه گیسو رو آوردن به احیای هنرهای مردمی و ترغیب فرهنگ پرقناوت ملی مردمی تاجیک معنی داد کرده شد. ما هنرهایی که پیشتر بود ما حاضر آنها را گذرانیده، مثلا موی بافی، عروس براران، سرودخوانی، این چیزها از دوره پیش بود که حاضر ما اینها را گذراندیم و از طرف حکمان جایهای بلند را اشغال نمودیم. بخش دیگری فستیوال چکامه گیسو جلو دادن موی، حسن و تراوت بخشیدن گیسو، معرفی سر و لباس ملی، آرایش و پرورش موی، هنر والای مشاطه ها و با این وسیله در دایره رسم و آیین‌های ملی ترغیب و تشویق مراسم‌های عنعنوی از جمله سرشویان، عروس براران، موی بافی و زلفاندازی، جمالک بندی، کاکل بافی و نمایش گیسوی دراز، سرود و رقص، ترانه‌های مردمی به دهه‌خوانی میباشد که آن را شرکت کنندگان فستیوال با مهارت خاصه اجرا نموده از جانب حکمان سزاوار بهای بلند گردیدند. کارمندان و دانشجویان کالج طبی شهر وحدت بار دیگر ثابت نمودند که آنها در برابر در آینده به طبابت و معالجه فرا گرفتن ساکنان همچنین به حیات روزگارداری آماده بوده فرهنگ پرقناوت ملی مردم تاجیک را که از گذشته به ما میراث مانده است گرامی می‌دارند. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان باشد ادامه دارد. با ما بمانید.